تقریبا جدید شده. وحشتناک شلوغه، یعنی تو هیچ مغازه‌ای نمیشه پا گذاشت. اصلا یه چیز افتضاحی. زارا اینجا رو ندیدم، من باید بریم چون متفاوت مدلش و من نظرم خیلی چیدمانش بهتر و راحت تر اصلا. شاید حداقل آشناس برام. این مدل کتش خیلی خوشگله، طرفدارش هم زیاده، هم ساده است هم باحاله. زد جلو هم نشون بدم سفیدشو، با شلوارش هم میشه ست کرد. این مدل دامنش هم خیلی خوشگله، ساتن قهوه‌ایه، رنگای دیگه هم داره، سبز و سفید و زرد و اینا. کلا امسال از رنگ قهوه‌ای خیلی خوشم اومد، اصلا همه چیش قهوه‌ای چشمو میگیره. اینم مدلش باحاله، جلوش دکمه داره و چاک. هدی اینی دقیقه در بیار، همین مدلش در بیار. بامزه است. شلوارش هم اینجا هست قهوه‌ای، اینم لننه برای تابستون، باحاله. وحشتناک شده. این کیفش خیلی خوشگله، پرفیوز. ببینیم و بریم. به کنار چقدر بزرگ.
با هر دوستان با من آمدن بیرون، خیلی وقت ندیده بودمشون و اینکه کل دیروز و خونه خواب فیلم برای همین چی نتونستم از فیلم بگیرم از دیروزم، کلش خونه بود. ولی امروز اون جبرانش کنم، گفتم فیلممون با مزه تر شه. از صبحونه نتونستم بگیرم، اینقدر هر سالیم زیادم رفت، ولی از بقیه روز رو احتمالا بتونم در جریانتون بذارم. این سمتا کلا تو همین اونیوز ما اومدن قرفه درست کردن، مثل بازار قدیم، بازار کویت و اینا، خیلی بامزه درست کردن. اینجا هم که چیز عجیبی داره، بعد رستورانای عربی قدیمی درست کردن توش. دوباره آمدیم اونیوز مال، اصلا جای تعجب نداره. و اینکه انقدر شلوغه، خیلی هر جایی نمیتونم فیلم بگیرم که گفتم فکر نمی‌کنم دوباره بتونم اونیوز مال بهتون نشون بدم، خیلی کاریه، ولی خب جای جدیدش رو سعی می‌کنم. ظهره ولی امروز قراره دیگه اونیوز نه نهار بریم سمت دریا، جاشو نمیدونم،
مشخص شد نشون میدم. و اینکه بعدش هم قراره بریم عیدیدنی روز 15 فروردین خونه عمومینا بریم دیگه. از دیروز و پیروزم که کارم یه ذره‌ای بزنم، ولی خب خیلی تکراری بود، همین نیاز بود، همینجور راه رفتن، کافه رفتن، این مدلی بود، چیز خاصی نداشت. من همین از که خیلی دیگه خسته کننده میشه. فعلا همین. نمیدونم تو چی میبینه به تو، یعنی بقیه روز این همه شانس ما قشنگ این همه روز هوا عالی، از همین امروز هم دمه هم گرمه، ولی بدم نیست. عوضش دریا خیلی خوشگله، خیلی آبیه امروز، چه بر نمیگرده برگشت، خیلی خوش رنگه. توی اما کوچی کوچی موچی بیا کنم توی کیدز میل. من دوست داشتم هر دفعه میبریم همین رو باشه. چیز برگر یه چاقو بدن دست کنم. من منگو میخورم. چرا امروز بزنیت هم مینیه در مقابل بزنیم نه پس کنم نگه ما تو همش میوهیه، ما شکلاتی. مال مینیه مات خوبه یه بوشه یه موقع صورتش نیفته فرمستش قایمه که رفته چی گرفته یه قاشق ازش بزن. نه همونشو برم برشته آره خوبه خوشمزه است؟ قاشق حملش